سلام به همه همراهان عزیز. این سری میخوایم با همدیگه به یکی از هیجان انگیزترین موضوعات دنیای علم بپردازیم، موجودات فرازمینی. آیا تا به حال به این فکر کردین که شاید ما تنها موجودات زنده روی این کره نباشیم یا حتی توی این کهکشان؟ شاید موجودات دیگه‌ای هم توی گوشه از فضا دور از چشم ما دارن زندگی میکنن. خیلی‌ها میگن که امکان وجود حیات در فضا خیلی بیشتر از چیزی هست که ما تصور میکنیم و ممکنه یه روز واقعاً با موجودات بیگانه مواجه بشیم. اما چرا این احتمالات وجود داره؟ اول از همه بیاین در مورد کهکشان صحبت کنیم. تصور کنید که توی دنیای بی‌پایان کهکشانی که حدود 100 میلیارد ستاره داریم زندگی میکنیم. حالا فرض کنید که توی این کهکشان شاید میلیون ها سیاره دیگه وجود داشته باشه که شرایط مناسب برای حیات مشابه زمین رو داشته باشن. دمای مناسب، آب مایع، یک جو قابل سکونت. این یعنی شاید جای دورتر از ما موجوداتی وجود داشته باشن که شبیه ما دارن زندگی میکنن. حتی این ممکنه این موجودات عجیبتر از ما هم باشن و حتی باهوشتر. یکی از کشف‌های جالب که اخیراً توسط ناسا اعلام شد مربوط به گاز متان توی مریخ بود. گاز متان به طور طبیعی توسط موجودات زنده تولید میشه. این کشف خیلی از دانشمندان رو شگفت زده کرد، چون میتونه نشونه از حیات میکروبی در گذشته یا حتی همین الان مریخ باشه. شاید توی عمق مریخ یا زیر سطح یخ‌های این سیاره موجودات میکروبی دارن زندگی میکنن. حتی احتمالاً در آینده نچندان دور ممکنه بتونیم از همین گاز برای شواهد بیشتر استفاده کنیم. یکی دیگه از کشفیات هیجان انگیز مربوط به کپلر 22b یا کپلر 22b هست. این سیاره شبیه به زمین به دور یه سیاره مشابه خورشید میچرخه و ممکنه شرایط مناسبی برای حیات داشته باشه. نکته عجیب اینجاست که صدای عجیبی از این سیاره دریافت شده و این صدا شبیه به صداهایی که ممکنه از موجودات زنده منتشر بشه. البته هنوز مشخص نیست که این صدا دقیقاً از کجا اومده، اما به هر حال این یه نشونه از این هست که شاید یک روز این سیاره میزبان موجودات زنده باشه. در طول تاریخ تئوری‌های مختلفی در مورد موجودات بیگانه مطرح شده. یکی از این تئوری‌ها تئوری موجودات کهکشانی هست که میگه شاید موجودات بیگانه با تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته از کهکشان‌های دیگه دارن به سمت ما میان. یه تئوری دیگه هست که میگه موجودات بیگانه شاید توی ابعاد دیگه‌ای از فضا دارن زندگی میکنن، مثل بعد 4 که ما حتی نتونیم اونا رو درک کنیم. این یعنی ممکنه موجودات بیگانه کاملا متفاوت از ما باشن و ما اصلا نتونیم هرگز اونا رو ببینیم. حالا شاید فکر کنید همه اینا فقط داستانای علمی تخیلی باشه، ولی جالبه بدونین که بسیاری از مردم توی سراسر دنیا ادعا میکنن که بشقاب پرنده دیدن. یکی از معروفترین اتفاقات مربوط به UFO یا بشقاب پرنده‌ای در سال 1947 در نیومکزیکو اتفاق افتاد. طبق گزارش‌ها یک شی پرنده ناشناس سقوط کرد و دولت آمریکا بعد از این حادثه مدتی به شدت این موضوع را مخفی کرد. از اون زمان به بعد شاهد گزارش‌های زیادی از افراد مختلف بودیم که میگفتن در آسمان UFO یا بشقاب پرنده دیدن. اما آیا این واقعیه یا فقط تخیلات مردمه؟ هیچ وقت به طور قطعی مشخص نشد. یکی از جالبترین داستان‌ها مربوط به یک کشاورز در اسکاتلند هست که در دهه 1990 گفت که یک بشقاب پرنده رو در آسمان دیده که از سرعت و حرکات عجیبی برخوردار بوده. این مرد میگفت که چیزی که دیده نه تنها سریعتر از هر چیز دیگه‌ای بود، بلکه شکل غیر عادی هم داشت و هیچ وقت توی هیچ پرنده اون شکل رو مشاهده نکرده بود. حالا سوال اصلی اینجاست که اگه موجودات بیگانه واقعا توی جایی در این فضا وجود دارن، چرا هنوز هیچ کس نتونسته باشون ارتباط برقرار کنه؟ شاید دلیلش این باشه که اونا خیلی پیشرفته تر از ما هستن و ما هنوز توانایی شناسایی ارتباط باهاشون رو نداریم. شاید تکنولوژی اونا اونقدر پیچیده باشه که ما نتونیم اونا رو ببینیم، یا شاید فاصله فضا اونقدری زیاد باشه که امکان برقراری ارتباط بین ماها وجود نداشته باشه. در نهایت این امکان وجود داره که در این لحظه موجودات با تکنولوژی‌های پیشرفته در گوشه از فضا زندگی میکنن و ما هیچ وقت نمیفهمیم. این ممکنه برای ما غیر قابل درک باشه، ولی آیا شما آماده این که یک روز
این حقیقت رو با هم دیگه کشف کنیم. اگه شما هم مثل من به این موضوعات هیجان انگیز علاقه دارین و دوست دارین بیشتر درباره اونا بدونین، پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید که هیچ فکت علمی جذابی رو از دست ندید. چون ما توی این کانال قراره با هم دیگه به دنیای جدیدی از علم و معماهای فضایی وارد بشیم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خدا نگهدار.